واقعا شرط درآمدزایی از یوتیوب آسون شده؟ یعنی فقط با داشتن 500 سابسکرایبر و 3000 ساعت واچ تایم میشه به درآمد رسید؟ سلام، خوش اومدین به کانال یوبر. من کیمیا نظری هستم و توی این کانال قراره با همدیگه یاد بگیریم چجوری یک یوتیوبر پردرآمد باشیم. توی این ویدیو قراره همه شرایطی که یوتیوب برای رسیدن به درآمد گذاشته رو با همدیگه بررسی کنیم. البته بدون اغراق و بدون رویا فروشی. قبلش سابسکرایب کن که آموزش‌های کانال رو از دست ندی. خیلی وقت بود که یوتیوب شرط رسیدن به درآمد رو تغییر نداده بود و شما با تولید محتوای ویدیویی وقتی که به 1000 سابسکرایبر و 4000 ساعت واچ تایم میرسیدید، کانالتون مانتایز میشد و میتونستید کسب درآمد رو شروع کنید. توی همین سالهای گذشته یوتیوب اومد یه تغییراتی داد و برای اینکه از پلتفرم‌های دیگه مثل اینستاگرام و تیک تاک جا نمونه، اومد قابلیت شورت رو اضافه کرد که شما میتونید ویدیوهای عمودی و کوتاه رو، یعنی تا 1 دقیقه رو منتشر کنید که در واقع شبیه قابلیت ریلز اینستاگرامه. از ویدیوهای شورت هم میشه کسب درآمد کرد. بله، اگر شما توی کانالتون ویدیوهای شورت بذارید هم میتونید به درآمدزایی برسید و کافیه که 1000 تا سابسکرایبر و 10 میلیون ویو توی 3 ماه اخیر داشته باشید. برگردیم به سوال اول ویدیو. شرط درآمدزایی توی یوتیوب آسون شده؟ ویدیو رو لایک کن که بریم سراغ جواب سوال. اعداد رسیدن به شرط درآمدزایی توی یوتیوب کمتر شده و شما برای ویدیوهای بلند میتونید با داشتن 500 سابسکرایبر و 3000 ساعت واچ تایم در 1 سال اخیر و برای ویدیوهای کوتاه با داشتن 500 سابسکرایبر و 3 میلیون ویو در 3 ماه اخیر به درآمدزایی برسید. اما این درآمدزایی خیلی محدوده. بعد از اینکه شما به این شرایط برسید، یه سری قابلیت‌های محدود برای کسب درآمد براتون فعال میشه، مثل ممبرشیپ و سوپر تانکس که در واقع هواداران شما این درآمد شما رو تأمین میکنن. و اگر شما یک یوتیوبر توی ایران هستید که مخاطبین ایرانی دارید، کسب درآمد از این راه یکم سخته و حتی اگر بتونید ازش کسب درآمد هم کنید، احتمالاً رقم خیلی چشمگیری نمیشه. این روش برای کانال هایی که مخاطب های غیر ایرانی دارن میتونه کاربردی باشه، ولی تقریبا برای کسایی که توی ایران با مخاطبین ایرانی دارن تولید محتوای یوتیوبی میکنن تقریبا غیر ممکنه. راه اصلی درآمد توی یوتیوب که شما بتونید عدد قابل توجهی ازش کسب کنید همون تبلیغات هست که بعد از رسیدن به همون شرط اصلی که اول ویدیو گفتیم میتونید ازش استفاده کنید. ولی ناامید نباشید، شما هم با تولید محتوای اصولی و صحیح میتونید به این شرط درآمدزایی برسید و از درآمد دلاریتون لذت ببرید. توی این مسیر یوبر هم کنارتونه که چالش‌های این مسیر رو براتون آسون کنه. مرسی که ویدیو رو دیدید. توی کامنت بنویسید که چقدر دیگه مونده کانالتون مانتایز بشه. ویدیوی بعدی میبینمتون.